سلام دوستان، به کانال ریویونز خوش اومدید. امروز قراره درباره یکی از جری‌ترین و هیجان انگیزترین فیلم‌های مارول صحبت کنیم. بله درست حدس زدید، ددپول 3. این فیلم تازه منتشر شده و از همون اول قوقا به پا کرده. ددپول 3 بالاخره از راه رسید و مثل همیشه دنیای سینما رو به هم ریخت. این فیلم که ترکیبی از اکشن‌های پر انرژی و کمدی‌های بی‌نظیر ددپول رو داره، خیلی سریع تونست توجه همه رو به خودش جلب کنه. بیاید با یه فان فکت شروع کنیم. این فیلم در تاریخ 26 ژوئیه 2024 اکران شد و همون روزهای اول تونست باکس آفیس رو منفجر کنه. رایان رینولدز تو این فیلم همون ددپول بامزه و دیوونه‌ای که همیشه میشناختیم، با شوخی‌های تند و تیز و اکشن‌های جذابش ددپول 3 دقیقاً همون چیزی شده که ازش انتظار داشتیم. یه فان فکت دیگه هم داریم. ددپول 3 تا الان امتیاز 8 از 10 رو توی IMDb کسب کرده. این یعنی فیلم نه تنها طرفداران قدیمی ددپول 3 رو راضی کرده، بلکه تونسته توجه خیلی‌ها رو که شاید قبلا خیلی طرفدار مارول نبودن رو به خودش جلب کنه. اما چیزی که همه رو حسابی هیجان زده کرد، بازگشت هیو جکمن به نقش وولورین بود. بیاید صادق باشیم، هیچکس فکر نمی‌کرد دوباره این دو نفر رو کنار هم ببینیم. بعد از فیلم لوگان، هیو جکمن با نقش وولورین خداحافظی کرده بود، اما حالا برگشت تا با ددپول یه تیم عالی تشکیل بده. حالا تصور کنید این دوتا شخصیت پرطرفدار توی یه فیلم کنار هم باشن. این یعنی کلی لحظات خنده‌دار، اکشن‌های پرهیجان و البته یه سری غافلگیری که نمیخواید از دستشون بدید. رفقا یه فان فکت دیگه هم داریم. فیلم با مدت زمان 128 دقیقه تو ژانر اکشن، کمدی و علمی تخیلی قرار میگیره. یعنی قرار هم بخندید، هم هیجان زده بشید و هم کلی ماجراجویی جذاب ببینید. داستان فیلم هم به بهترین شکل ممکن طراحی شده. بدون اینکه اسپویل کنم باید بگم که این داستان پر از پیچ و خم‌های جالب و لحظات غافلگیر کننده است. اگر فکر میکنید میتونید همه چیز رو پیش بینی کنید، باید بگم که مارول یه بار دیگه ثابت کرده که همیشه چیزهای جدیدی برای ارائه داره. شان لوی کارگردان این فیلم تونسته با سبک خاص خودش یه فیلم متفاوت و جذاب خلق کنه. از لحظات اکشن نفسیه گرفته تا شوخی‌های خاص و بی‌پروا ددپول، همه چیز توی این فیلم به خوبی کنار هم قرار گرفته. یه چیز دیگه، بیاید درباره جلوه‌های ویژه صحبت کنیم. این فیلم نه تنها از نظر داستان و شخصیت عالیه، بلکه جلوه‌های ویژه و صحنه‌های اکشن هم واقعا خیره کننده هستن. مارول توی این فیلم هم مثل همیشه سنگ تموم گذاشته. اگه طرفدار مارول، ددپول یا وولورین هستید، این فیلم رو از دست ندید. حتما ببینید و لذت ببرید و اگه دیدید بیاید اینجا هم بگید نظرتون چیه. قبل از اینکه ویدیو رو تموم کنم، اگر از این نوع محتوا خوشتون میاد و دوست دارید بیشتر از این نقد و بررسی‌ها رو ببینید، حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و این کار هم به ما کمک می‌کنه و هم هیچ کدوم از ویدیوهای آینده رو از دست نمیدید. و در آخر شما فیلم ددپول 3 رو دیدید، نظرتون چیه؟ فکر می‌کنید این فیلم تونسته انتظارات رو برآورده کنه؟ حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید و بگید که بیشتر درباره چه فیلمایی صحبت کنیم. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.